دوستان عزیز و گرامی سلام، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. دوستان پوریا زراعتی خبرنگار اینترنشنال، همونطور که اکثرا خب خبرش رو شنیدید، روز جمعه بهش حمله شده و از ناحیه پا چاقو خورده. پوریا زراعتی روز جمعه هنگام خروج از منزلش در لندن هدف حمله چند فرد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. به گفته یکی از شاهدان عینی، 2 نفر از مهاجمان پس از سوء قصد در حالی که میخندیدند سوار بر خودرو از محل حادثه متواری شدند. خب ببینید، ما 3 تا سناریو میتونیم براش تعریف کنیم. یکی این که ممکنه کار خودش باشه، یعنی سناریویی چیده شده که پوریا چاقو بخوره و بعد از این بتونه از این جانفشانی که کرده به عنوان یه پوان استفاده کنه. چرا؟ چون ببینید خب کدوم مهاجمی، حالا مهاجم بگیم نه، کدوم نیروی امنیتی یا حتی یه مهاجم میاد حمله میکنه و چاقو رو به پا میزنه؟ معمولا تو مخصوصا درگیریایی که ناغافل طرف میاد سراغ کسی، خب نمیزنه بره پایین چاقو رو به پا بزنه، معمولا چاقو به بالاتنه زده میشه و بخواد اگه خیلی هم خسارت شدید نباشه خب به دست میزنه، بالاخره به پا خیلی بعید چاقو بزنن. و بعد از این خب چرا این 2 نفر بعد از اینکه چاقو زدن میخندیدن و میرفتن؟ نمیدونم، شاید به پوریا میگفتن پوریا مثلا یکی دیگه بزنیم، گفته نه بسه، یا میگفتن نمیدونم برای چی میخندیدن. خب یه نیروی امنیتی از طرف یه سازمان، از طرف یه حکمرانی، موقعی که واقعا اگه بخواد بیاد یکی رو ترور کنه، خب دیگه خندیدنش واسه چیه؟ اولا چرا به پا زده؟ دوما ما زخمی از پا ندیدیم. من احتمال میدم اگه زخمی که پای پوریا برداشته زخم عمیق و کاری بود، 100% یه فیلمی، عکسی، چیزی منتشر میکرد که بگه ببینید من واقعا چاقو خوردم. خب ولی احتمالا زخم کاری نیست. و اینا رو که کنار هم میذاری و این شیوه ناشیانه‌ای که این 2 نفر به کار گرفتن برای ترور این آدم، ببین ترور معنی داره. خب شما حالا یکی حمله کرده به یکی چاقو زده، نمیشه بهش بگی ترور، اسم اینو نمیشه ترور گذاشت. ولی حالا اولین گزینه اینه که آقای پوریا زراعتی میخواد به این وسیله عین مسیح علی نژاد، ببینید مسیح علی نژاد موقعی که گفت منو میخوام بدزدن، بعد از اون اومد شد رهبر اپوزیسیون. چرا؟ چون مورد توجه قرار گرفت، با کلی جایی مختلف مصاحبه کرد، کلی دیده شد و از این ترفند نخنما شده دیگران هم دارن استفاده میکنن. یکی از سناریوها اینه، نمیگم حتما همینه ها، ولی محتمله که این باشه. سناریوی بعدی اینه که ممکنه انتقام گیری شخصی باشه، یعنی ربطی به دولت و حکومتی نداشته باشه. و چون پوریا زراعتی هم این روزها خب به جای اینکه خبرنگار یا مجری ایران باشه، بیشتر استوریایی که میذاشت، بیشتر حالا حرفایی که میزد در دفاع از اسرائیل بود. حالا ممکنه یکی که یه مقدار حالا تندروه اومده باشه خواسته باشه تلافی کنه، و یا اصلا ممکنه دعوای بین اپوزیسیونی باشه، ممکنه کار گروهک منافقین باشه و حالا بخوام بازش کنم که چرا گروهک منافقین ممکنه بهش آسیب زده باشه، خب یه مقدار طولانی میشه ویدیو، ولی ممکنه کار یکی از این گروه ها باشه. یا اصلا ممکنه یه دعوای خیابونی باشه، ممکنه یکی اومده، این همه ما دعوای خیابونی داریم که طرف چاقو میخوره، طرف تصادف میکنه، ممکنه یه حادثه باشه. و گزینه سوم که میگن کار جمهوری اسلامیه، خب ممکن هم هست باشه. حالا جلوتر بریم باقی ویدیو رو هم ببینیم تا با هم دیگه صحبت کنیم. شما اگه در این مورد نظری دارید واقعا بنویسید، خب کامنتتون زیر بذارید ما هم بدونیم نظر شما چیه. او در حال حاضر در بیمارستان بستری و وضعیتش پایدار است. رئیس واحد فرماندهی ضد تروریسم پلیس متروپولیتن گفت نیروهای این واحد در مورد هر گونه انگیزه‌ای که در پشت این حمله وجود دارد هوشیارند. تاکنون هیچ کس در ارتباط با این حمله بازداشت نشده و جزئیاتی درباره انگیزه احتمالی مهاجمان نیز در دست نیست. خب ببینید، میگه کسی بازداشت نشده، هیچ جزئیاتی هم از انگیزه مهاجمین در دسترس نیست. یعنی همش حدس و گمانه. خب نه کسی بازداشت شده که بدونن کار کیه، نه مدرکی یا شواهدی هست که بخوام بگن که مثلا کار فلان گروه یا فلان دسته یا فلان کس.
اما چرا جمهوری اسلامی چنین روی کردی را در پیش گرفته؟ ببین اینه که میگن شبکه من و تو، شبکه اینترنشنال کم کم داره مخاطباش رو از دست میده. بازم شبکه بی بی سی یه مقدار حرفه‌ای تر برخورد میکنه. حالا من در مورد این موضوع برنامه‌هاشو ندیدم، ولی بازم حرفه‌ای تر برخورد میکنه. الان خودش میگه تو این گزارش هیچ سندی در دست نیست، هیچ چیزی منتشر، اصلا هیچ شاهدی هم نیست. بعد پشت سرش میگه چرا جمهوری اسلامی این رویکرد رو، بابا الان داشتی میگفتی که هیچ سندی نیست. بعد دوباره داری با اتهام به جمهوری اسلامی باقی گزارش رو میخونی. من نمیخوام بگم کار جمهوری اسلامی نیست، ولی چون مدرکی ندارید خب نمیتونید اتهام رو بهش ببندید. گابریل نورونها، مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، ابراز امیدواری کرده که دولت بریتانیا شروع به جدی گرفتن تهدیدات جمهوری اسلامی کند و سپاه را در لیست گروه‌های تروریستی خود قرار دهد. اقدامی که نه فقط بریتانیا بلکه کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا نیز تاکنون از انجام آن به دلایل متعدد سر باز زده‌اند. ببین خیلی دوست دارن سپاهو بذارن تو لیست تروریستی، نمیتونن بذارن، تواناییشو ندارن. چرا ندارن؟ چون این همه سال تلاش کردن نتونستن. ببین ایران اهرم‌های قدرتی داره که اگه بخوان سپاهو بذارن تو لیست تروریستی، ایران هم از اهرم‌هاش استفاده میکنه و نمیتونن بذارن تو لیست تروریستی. نه اینکه نخوان بذارن، نتونستن با نخواستن خیلی فرق میکنه. اگه میتونستن تا حالا بارها گذاشته بودن. روی کردی که سالها و چه بسا دهه هاست که با این نام از آن یاد می شود: مماشات غرب با جمهوری اسلامی. آقای غفوری، چقدر احتمال داره بعد از این حادثه رویکرد دولت بریتانیا نسبت به جمهوری اسلامی تغییر کنه، مثلا سپاه رو توی لیست گروه‌های تروریستی قرار بده؟ ببینید سیاستمدارم کارش دقیقاً یه حوزه دیگریه. سیاستمدار کارش اینه که از اگر ثابت هم بشه که جمهوری اسلامی پشت این قضیه است، بره سعی بکنه حد. ببینید حالا صحبت اینه که اصلا چرا جمهوری اسلامی باید ایشون رو ترور کنه. یعنی ما تو اپوزیسیون، تو مخالفین جمهوری اسلامی مهره سنگین‌تری نداریم. یعنی این ببینید ایناست که اپوزیسیون رو بی اثر میکنه، ایناست که سیاست‌های اپوزیسیون رو مخصوصا در داخل ایران ضعیف میکنه و دیگه وزنی نداره اپوزیسیون در داخل ایران. چرا؟ چون مهره شاهکارشون مثلا همین پوریا زراعتیه که ترور شده. مهره شاهکارشون مسیح علی نژاده، مهره شاهکارشون نازنین بنیادیه، مهره شاهکارشون نمیدونم حامد اسماعیلیونه. ببینید اپوزیسیون به خاطر اینکه سیاستمدارای کهنه‌کارشو کنار زده و یه سری آدم جدید که معلوم نیست از کجا و از تو لپ لپ درشون آوردن، اصلا سابقه سیاسی ندارن. یکی میارن مثل علی کریمی که اصلا فقط توپ شوت کرده، ببین بازیکن خوبیه دمشگر، ولی تو داستان سیاست اصلا رزومه ای نداره. یکی میارن مثل نازنین بنیادی، یکی میارن مثلا حامد اسماعیلیون. حامد اسماعیلیون چه پیشینه سیاسی داره غیر از اینکه خانومش تو هواپیما سقوط کرده و فوت کرده؟ خب وقتی اینا رو میارن لیدر اپوزیسیون میکنن و کهنه‌کارهای اپوزیسیون که سالها تو این زمینه خاک خوردن، زحمت کشیدن و میذارن کنار، خب این میشه داستان اپوزیسیون. این یعنی اصلا گزینه سنگین تر از پوریا زراعتی نبود که ترورش کنه. اما پوریا زراعتی چه مثلا تاثیرگذاری رو مردم داشته. بعد جالب اینجاست که اون موقع که اوج شلوغی‌های ایران بود و این شبکه‌های اینترنشنال و من و تو و بی بی سی داشتن تو این شلوغی‌ها میدمیدن و هر روز کشور شلوغ‌تر و آشوب بیشتر میشد، کسی تصمیم به حذف این مهره‌ها نگرفت، کسی تصمیم به تحت فشار قرار دادن این مهره‌ها نگرفت. بعد حالا که من و تو کلا تعطیل شده، اینترنشنال داره رو به تعطیلی میره، بی بی سی داره بودجه‌اش کم میشه، تعدیل نیرو میکنه و اینا خودشون دارن آروم آروم اون تاثیرشون رو از دست میدن، بعد جمهوری اسلامی بیاد و پوریا زراعتی رو ترور کنه و دوباره بشه ترند روز. واقعا فکر میکنید جمهوری اسلامی اینقدر احمقه؟ آدم خوبه واسه مخالفاش هم یه وزنی در نظر بگیره. ببینید
نمیشه که شما چون خودتون دوست دارید خبر اینجوری باشه واقعا اینجوری باشه. اکثر امتیاز رو از دولتی که داره باش مذاکره میکنه بگیره. بنابراین این جامعه مدنی است، یعنی نهادهای صنفی روزنامه‌نگاری هستن، کنشگران هستن که وظیفه دارن فشار افکار عمومی رو آنچنان سنگین بکنن بر سیاستمدار در یک کشور دموکراتیک که نیاد از این فاصله، از این فرصت استفاده بکنه برای اینکه اهداف سیاسی خودش رو پیش ببره، بلکه اهداف انسانی باید مد نظر باشه. شما دوستی که میگی ما باید فشار بیاریم به کنشگرای سیاسی و به احزاب مختلف که اونا فشار بیارن به مقامات که سپاه رو تو لیست تروریستی بذارن، واقعا اینقدر احمقی، واقعا اینقدر کودکی؟ خب اگه قرار بوده با فشار افکار عمومی اینا تصمیمشون انسانی بشه نه سیاسی، خب الان این همه مردم به خاطر غزه دارن میان تو خیابون. چرا پس انسانیت رو به سیاست ترجیح نمیدن؟ واقعا شما فکر کردید تو ایران مثلا به خاطر کشته شدن یه دختر اینا اومدن پشت داستان زن زندگی آزادی وایسادن؟ فکر میکنی برای اینا من ایرانی و اون بنده خدای عراقی و سوری و فلسطینی فرقی میکنه؟ اینا همه ما رو خاورمیانه میبینن، اینا همه ما رو یه جور میبینند. منافعشون اقتضا کنه ایران هم محاصره میکنن. این غزه، بلایی که الان سر غزه میارن سر ایران هم میارن، همونطور که تو جنگ جهانی اول بردن. واقعا من نمیدونم به شما چی بگم. هستن که وظیفه دارن فشار افکار عمومی رو آنچنان سنگین بکنن بر سیاستمدار در یک کشور دموکراتیک که نیاد از این فاصله، از این فرصت استفاده بکنه برای اینکه اهداف سیاسی خودش رو پیش ببره، بلکه اهداف انسانی باید مد نظر باشه. رسانه‌های آمریکایی میگویند در روزهای گذشته وزیر دفاع اسرائیل در نخستین سفر به آمریکا پس از آغاز جنگ فهرست بلند بالایی از درخواست‌های تسلیحاتی از جمله بمب‌های خوشه‌ای را مطرح کرده است. واشنگتن سالانه 3 میلیارد و 800 میلیون دلار به اسرائیل کمک نظامی می‌کند. امروز انفجاری در جنوب لبنان منجر به زخمی شدن 3 سرباز حافظ صلح سازمان ملل شد. 2 منبع امنیتی پیشتر در گفتگو با رویترز مسئول این حمله را اسرائیل معرفی کرده بودند. با این حال ارتش اسرائیل هر گونه دست داشتن در این حمله را رد کرده است. ببینید موقع نوبت به ارتش اسرائیل میشه، با اینکه 2 تا منبع آگاه از نیروهای امنیتی گزارش دادن که کار اسرائیل بوده، ولی خیلی راحت رد میکنه و کسی هم ازش نمیپرسه که چرا. ولی موقعی که یه نفر توی خیابون حالا یه دعواش میشه، پاش یه چاقو میخوره، با اینکه جمهوری اسلامی حتی به نظرم سفیرش بود گفت که آقا کار ما نبوده، ربطی به ما نداره، ولی همه دوست دارن که اون خبر رو اونجوری که دوست دارن بشنون، نه اون چیزی که واقعیته. شرایط انسانی غزه در مناطق زیر ضرب سربازان اسرائیلی. بعد شما این تصاویر رو نمیبینید، این ویدیوها رو نمیبینید، این فیلم ها رو نمیبینید، این خونه ها رو نمیبینید، این بچه ها رو نمیبینید. تو این سرما، تو بارون، تو قحطی، گرسنگی، تو محاصره، دیگه بلایی نیست که سر اینا نیاورده باشن. از اینا این آب خوردن رد میشید، بعد میرید میگید پوریا زراعتی پاش چاقو خورده. نیروی نظامی کشورمون رو بذاریم تو لیست گروه‌های تروریستی. به شیوهی ادامه یافته که سیاستمداران کشورهای همپیمان هم امکان دفاع از شیوه انتخابی اسرائیل را در مقابل شهروندان عصبانی خود از دست دادند. از یک سو کمبود آب، غذا و دارو، از سوی دیگر ادامه بمباران و کشته شدن غیر چرا مثل آدم بهشون کمک نمیرسونن؟ طرف چند روز غذا نخورده، با هواپیما میریزن پایین، خب معلومه سرش درگیری میشه، دعوا میشه، مشکلات پیش میاد. یه دونه نظری تو خیابون میخوای بدی مدیریت نکنی، جنگ و دعوا میشه تو همین ایران خودمون. بعد انتظار داری یارو چند روز زن و بچه و خودش گشنن هیچی نخوردن، موقعی که غذا میرسه مثلا چیکار کنه؟ عقب وایسه تا بقیه بردارن. بعد اصلا ببینید دارن تحقیر میکنن فلسطینی‌ها رو. نظامیان
اسرائیل اکنون با انتقاد شدید بین المللی به دلیل ادامه بمباران غزه مواجه است. تو این شرایطی که زن و بچه و کودک داره با اون شدت فجیح کشته میشه، اینا هیچ کدوم حرف از حقوق بشر نمیزنن، حرف از رفتن ارتش اسرائیل به لیست گروه‌های تروریستی نمیزنن و براشون خیلی عادیه و براشون راحت از روش رد میشن. ببینید حماس هر چقدر هم که شما بخواید بگید آقا مشکل حماسه، ولی مجوز نمیده که شما زن و کودک بکشی. جنگ نظامی قوانین خودشو داره. آک تو سر شبکه‌ای که کارشناسش تو باشی، مجریش همون بنده خدا پوریا زراعتی باشه و این میشه که وزن این شبکه انقدر میاد پایین و به خاطر تاثیرگذاری که نداشته تعطیل میشه. ببینید بعضیا میگن مشکل مالی هست، خب ولی این شبکه ها اگه به اندازه خرجی که میشه تاثیرگذاری داشتن، مطمئن باشید که تعطیل نمیشدن. تاثیرگذاری نداری داداش. یه عمر به بعضیا خندیدید که شما دنبال عربا هستید، شما عربگرا هستید، شما دنبال، بعد خودتون میرید حقوقتون رو از شبکه‌ای میگیرید که پولش از عربستان میاد و یه عده میان میشینن کوروش میکنن، داریوش میکنن، ایران باستان میکنن، ما عرب نمیپرستیم. بعد میان دقیقاً برنامه‌هایی که عربستان براشون چیده رو میشینن نگاه میکنن و مو به مو تکرارش میکنن، بازنشرش میدن. چرا این همه سال به خود شاهزاده رضا پهلوی کاری نداشتن؟ اگه میخواستن بزنن خب ایشونو میزدن، اگه میخواستن بزنن خب مسیح علی نژاد رو میزدن، اگه میخواستن بزنن آی مهتدی رو میزدن. چرا بیان آخه یه چیزی بگید که بگنجه. خب اینا نورچشمیای جمهوری اسلامی هن. اینا باید باشن که جمهوری اسلامی بیاد بگه داداش ببین اپوزیسیون من اینان، من اگه برم اینا باید بیان سر کار، اینا اپوزیسیون منن. همین باعث شده که بعد از داستان زن زندگی آزادی دیگه مردم از اپوزیسیون رد شدن. دیدی بعضیا میگن ما از اصلاح طلبها رد شدیم. دیگه مردم بعد اصلاح طلبها از اپوزیسیون هم رد شدن. تازه گل سرسبد این داستان خانم شهناز تهرانیه. ایشون گفته منم میخواستن ترور کنن. آخه خانم شهناز تهرانی، آخه شما رو کی ترور میکنه؟ حالا بازم این بنده خدا یه کار سیاسی داره میکنه. آخه شما رو کی ترور میکنه؟ شما هم اول انقلاب هم که انقلاب شده بود مدت‌ها تو این تئاترای شهر فیلم تئاتر بازی میکردید و تازه بعضی از تئاتراتون هم تئاترای انقلابی بود. کسی کاری به کار شما نداشت که. بعدش هم که حالا سر یه جریانایی که اصلا ربطی به سیاست نداشت افتادید زندان و بعدش هم که رفتید اون ور آب هم 4 تا غیر میدید و 4 تا. آخه کی به شما کار داره؟ اینو من نمیدونم کجای دلم بذارم. بعد از این شما شاهد باشید هر کی تصادفی کنه، هر کی دعواش بشه، هر کی گربه از در خونش رد شه میگه این کار جمهوری اسلامیه. تا حالا میگفتن ولی از امروز یاد گرفتن که چجوری با این گزینه برای خودشون کردیت بگیرن. خلاصه این که شما مگه نظری داشتید درباره این برنامه حتما زیر این پست کامنت کنید. اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید، لایک بزنید و کانال ما رو حتما حمایت کنید. قربون شما. موضع ما ایرانه. به نام به ننگ. خداحافظ.